ماشین داره. صبح تورم ایجاد میشه، ماشین میشه 4 میلیون. شما دیگه برای خریدن اون ماشین 2 میلیون داری. یعنی شما کار کردید 2 میلیون به دست آوردی دیگه. خب یعنی شما باید برید دوباره کار مضاعف بکنی، 2 میلیون دیگه تهیه بکنی. این 2 میلیون رو برای کی تهیه میکنی؟ برای اونی که ثروتش یه شبه رفت بالا، اون یه شبه ماشینش 2 میلیون رفت روش دیگه. زحمت نکشیده، نونشون داره میخوره، ولی زحمتش چی خواهد کشید؟ شما. چون که کار نمیکنه، اون تورم خورد به داشتهش، به ملکش، به مالش. میدونی چی میگم؟ اون یک شب 2 میلیون گیرش شما ثروتمنده، ولی تویی که می‌خواستی 2 میلیون تومان رو با ماشینی بخری بری کارخونه خانواده اداره بکنی، باید بری 2 میلیون تومان دیگه کار بکنی. برای چی کار بکنی؟ برای چون بخوره. برای خود دیگه کار نمی‌کنی، چون تو دیگه می‌تونی با 2 میلیون ماشینا رو بخری. چون اون ثروتمند شده تو باید براش کار بکنی. این جنایته. چه ظلمی بالاتر از این؟ شما 27 سال اومدیم فقط تورم. امروز هم کنید تبدیل شده بیماری بلندی، تورم همراه با رکود، حالا تورم همراه با نمیدونم بازار رونق داشته باشه، باز بیماران بازار رونق داره بالاخره. تورم همراه با رکود، جنایته. شما این کارو نیست، آقا رها کنید بزنید خودمون مملکت خودمون اداره بکنیم. ما بلدیم مملکت رو اداره کنیم، ما طرح داریم برای اداره مملکتمون. ما میدونیم بیکاری چجوری تعدیل بکنیم، ما میتونیم چه جوری پرشوریم تعدیلش بکنیم، ما میدونیم ما چجوری نسبی میتونیم فعلا یک رفاه نسبی ایجاد بکنیم. ما اینا رو بلدیم، شما اجازه نمیدیم. نمیذارن. آره چرا؟ چون در راسته برای فرقه شما نیست. شما نمیخواهید بیکاری از بین بره، شما نمیخواهید پرشور از بین بره، شما نمیخواهید اعتیاد از بین بره. نمیگم از بین میبریم، میگم در حال حاضر میتونیم تعدیلش کنیم، برنامه داریم. میتونیم جلوی تورم رو بگیریم، میتونیم جلوی بیشتر شدن بیکاری رو بگیریم، میتونیم جلوی بیشتر شدن طلاق رو بگیریم. برنامه داریم، خیلی ساده. وقتی مطرح کنیم میبینی که بلدیم، ولی منابع حقیقتون اجازه نمیده ما عمل بکنیم. که چون شما میخواین راه خالی کنید، شما میخواین دزدی کنید، شما میخواین بگیرید ببرید قرار تروریسم بکنید، در اصل منابع خودتون عمل کنید. من نه، من اگر اندیشیدم برای ملتم اندیشیدم. میگم اگر میخوام این کارو بکنم در راستای ملت و میهنم اندیشیدم، میگم این کارو میکنم. و تو هیچ وقت نیندیشیدی، دروغ میگی. درود بر شما. به هر حال آقای ساران دست پنجه‌تون درد نکنه. استفاده کردیم. من برای شما، خانواده و تمام دوستانتون، خصوصا بچه‌هایی که با شما همبندن تو زندان، آرزو موفقیت میکنم. ان شاءالله سایه‌تون همیشه بالا سر بچه‌هاتون باشه و ان شاءالله یه نسخه از همین فیلمو براتون تقدیم میکنم و ان شاءالله بیشتر از این با هم دیگه باید باشیم صحبت کنیم تا از فرمایشات شما بتونیم بهترین استفاده رو انجام بدیم. شما دیگه البته بله دیگه بعد از آزادی ان شاءالله. شما برای حسن ختام صحبت دیگه ندارین؟ نه دیگه، من عرایزم هم میشود که من آرزوی آزادی عاجل برای ملتی رو. ما چه آرزویی داریم؟ به هر حال هم شما و هم ایران پاینده باشید. پس با عزتون فعلا خداحافظ.